نه ببخشید جمهوری اسلامی هست در کوپنهاگ. همونطوری که می‌بینید در پنجره رو بستن، برخلاف همیشه درد کرکره رو کشیدن پایین. دوربینشون رو که همیشه پشت پنجره بود امروز گذاشتن جلو که از همه کسایی که میان اینجا فیلمبرداری کنن. حسابی تا دندون مسلح، ترسو، شهامت روبرو شدن با حقیقت ندارن، هیچ وقت نداشتن. آره فرد کیکرم که چیزا آره، ولی خب به هر حال این خودش نشونه اینه که روزای آخرش امروز ما اینجا جمع شدیم برای تظاهرات، برای اینکه بگیم که کاری که کردیم اصلا درست نبوده، غیر انسانی. چرا جمع شدیم؟ ما امروز مثل به قول معروف خیلی از روزهای دیگه که اینجا جمع شده بودیم جلوی سفارت جمهوری اسلامی در واقع همبستگی خودمون رو با مبارزات مردم ایران که دیروز در سطح وسیع در تهران و شهرهای مختلف ایران برگزار شده اعلام بکنیم. برای این جمع شدیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. Net med den iranske islamiske republik. Net med islamiske republik. Net med den iranske islamiske republik. Net med den islamiske republik. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد برابری. 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 حکومت اسلامی نابود باید گردد. حکومت اسلامی نابود باید گردد. زندانی سیاسی آزاد 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 بر حکومت اسلامی. مرگ بر حکومت اسلامی. مرگ بر حکومت اسلامی. یکی از شعارهایی که باز دیروز تو خیابونا میدادن این بوده که دین از سیاست جدا باید گردد. من الان شعار دقیقش رو ندارم بگم، اما شعار جالبی بود. باید یه همچین شعاری میگه درست. زنده باد آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، مرگ بر جهانی دیگه نمیخواد. یکی دیگه هم بیاره وسط، مثلا یک سنگسار بیاره وسط دیگه اون بالاخون بشه مشکله. فعلا این مسئله رو گذاشته کنار. اینم امیدواریم کسایی که زیر سنگسار این قانون وحشیانه اسلامی قرار داشتن جون سالم به در ببرن، به طریقی که قبل از اینکه اتفاقی براشون بیفته جمهوری اسلامی بره، مردم بکشنش پایین. و مردم هم دیروز شعار میدادن که این آخرین پیام هست، مردم در حال قیام می‌جان امروز رو به هر حال تهدید کردن که قیام می‌کنن و این آدم میتونه تصور بکنه وقتی روز قدس به همچین روزی تبدیل میشه، اگر یه مقدار ادامه پیدا بکنه، حتی اگر دانشگاه‌ها و مدارس باز بشه، یه مرکز تجمع خود بشه. این مرکز تجمع هر روز دیگه کسی نمیخواد بگه آقا وجود تجمع کنیم، آقا خانم بریم اینجا تجمع کنیم، یه مرکز تجمع اعتراضه. بعد یه مقدار ادامه پیدا کنه بریم برای 22 بهمن، دیگه اینا نمیتونن 22 بهمن رو بعید میدونم بتونن برگزار بکنن واقعا. تو ذهن مردم یه انقلاب خوش بشه و یه قیام مسلحانه که یه جوری ساخت. دور از جون قیافت یه نمه اینا تازه چیزایی که گرفتن، اینا تازه چیزایی که گرفتن بگیرن خیابو شلی کردن. زنه رفته بود کلی هستن که اصلا نتونستن چی کردن. این نمازی داشتن بچه
باید کرد